درود بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم و در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی در خدمت شما. امروز جمعه است 15 آگوست و در ابتدا نگاهی به سرخط چندی از موضوعهای برنامه. کارشناسان میگویند اگر زرخریدان از آسیای مرکزی پس از جنگ اوکراین به منطقه برگردند اینجا ناآرام می شود. این افراد تجربه بزرگ آدمکشی دارند. برای آنها جمع کردن پهپاد و به واسطه آن به جای حمله کردن مشکلی ندارد. حکومت تاجیکستان مخالفان را نیروی افراطی و خطرناک برای کشور می نامد. مخالفان می گویند هدفشان یک تاجیکستان دموکراتی و آباد است. ما ضد خشونت، ما ضد افراطگرایی و جانبداری اصلاحات مسئولیت آمیز هستیم. مقامات سوخت سبب بازداشتن ماشین‌های گران قیمت و جریمه رانندگان آنها را شرح دادند. سبب چی بود؟ غفلت مقامات یا وارد کنندگان ماشین به تاجیکستان؟ شروع می‌کنیم از یک خبر مهم جهانی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با هدف دیدار و گفتگو با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ عازم ایالت آلاسکا شد. دیداری که هدف از آن پایان دادن به جنگ 42 ماهه است که روسیه تقریباً 4 سال پیش در اوکراین آغاز کرد. پیشتر از پرواز هواپیمای پوتین، دونالد ترامپ گفت که رئیس جمهوری روسیه در نهایت به سازش صلح راضی خواهد شد و شاید تهدید تحریمات سخت‌تر اقتصادی به ضد روسیه اینجا نقش داشته باشد. در جنگ روسیه به ضد اوکراین صدها نفر از زرخریدان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان هم شرکت دارند و کارشناسان میگویند که آنها در صورت بازگشت خطری برای کشورهای خود خواهند بود. میرزا نبی خالقزاد با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد. سربازان سفربر شده و شرطنامه‌ای ارتش روسیه خوب درک نمودند که شرطنامه با وزارت مدافع این کشور یک راه بی بازگشت است. ولی بسیاری از خارجیان که برای پول یا دیگر امتیازهای روسیه به دست سلاح گرفتند از این یک کشفیات ناراحت بودند. با گزارش لایحه اوکراینی زیستن میخواهم فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین کمش 3000 زرخرید خارجی می جنگند که مهلت قراردادشان با ارتش روسیه به انجام رسیده است، ولی آنها را به وطنشان جواب نمی دهند. همین منبع می افزاید که 1200 نفری آنها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی هستند. اکثر زرخریدان خارجی هنگام امضای شرطنامه با نیروهای مسلح روسیه باور داشتند که مهلت قرارداد 1 سال است، اما این طور نیست. سرنوشت زرخریدان مثل سربازان شرطنامه‌ای و سفربر شده به دست فرماندهان است که حق دارند تا آخر جنگ زیر دستانشان را در جبهه نگه دارند. همین طور نظامیان زرخرید تنها در تابوت یا بعد برداشتن جراحت وزنین امکان دارند که به خانه‌هایشان برگردند. مؤلفان لایحه زیستن میخواهم نوشتند که در ارتش روسیه بیش از همه زرخریدان بی شرطنامه از ازبکستان هستند. فعلا در صف ارتش روسیه در اوکراین 426 شهروند ازبکستان می جنگند که شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. در جای دوم تاجیکستان است. شماره زرخریدان تاجیکستانی بدون شرطنامه 367 نفر بوده است. همچنان به این رویخط 241 زرخرید از قزاقستان، 155 زرخرید از قرقیزستان و 68 سرباز بی شرطنامه از ترکمنستان شامل بودند. فعال جمعیتی قزاقستان آرمان شورایف بر این است که در اوکراین ماندن زرخریدان برای کشورهایشان بهتر است. این افراد تجربه بزرگ آدمکشی دارند. برای آنها جمع کردن پهپاد و به واسطه آن به جای حمله کردن مشکلی ندارد. اکثر آنها با بیماری روانی بعد جنگ مواجه می باشند. از این رو فکر می کنم بازگشت آنها به وطنهایشان تهدید کلان به امنیت این کشور هاست. فرق ندارد این قزاقستان است، قرقیزستان است، ازبکستان است یا جای دیگر. در همین حال بعضا روسیه مجبور شده است بر پایه تقاضای رهبران خارجی زرخریدان را جواب دهد. لایحه اوکراینی زیستن میخواهم خاطر نشان میکند که سال 2024 با طلب قطعی سروزیر هندوستان نریندرا مودی روسیه تمام زرخریدان هندی را به وطنشان جواب داد. شورایف اصرار می‌ورزد که رهبران کشورهای دیگر نیز باید فرزندانشان را از جنگ بیرون کنند. پوتین находится
پوتین به هندوستان وابسته است. تخمینا 30% نفت روسیه را هندوستان می‌خرد. اگر این کشور خریدن نفت را قطع کند، روسیه میلیاردها دلار را از دست می‌دهد. از این رو بازگردان 100 یا 200 هندی بدبخت ارزانتر از گم کردن 100 و یا 200 میلیارد دلار است. نمیدونم این پول کلان است یا نه. لایحه زیستن میخواهم تنها درباره آن زرخریدان خارجی حرف میزند که مهلت شرطنامه‌شان به پایان رسیده است. بر علاوه آنها در جنگ‌های اوکراین شماره زیادی زادگان کشورهای خارجی می‌جنگند که شهروند روسیه شدند. در فورم اخیر اقتصادی در شهر سنت پترزبورگ، رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکن گفته بود که حاضر در جبهه جنگ اوکراین کمش 20,000 شهروندان می‌جنگند که اخیراً صاحب شناسنامه روسیه شدند. وی زادگان کشورهای ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در نظر داشت. بینندگان گرامی، درباره جنگ اوکراین و به خصوص درباره نتیجه گفتگوهای دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا شما را در برنامه‌های آینده حتما در جریان می‌گذاریم، ولی اخبار بیشتر در این باره در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک و همین کانال آزادی ویدیو هر سری چند وقت نشر می‌شوند. و برمیگردیم به مسئله خطر به امنیت ملی. در تاجیکستان مقامات میگویند مخالفان دولت که در خارج از کشور هستند جزء از نظام سیاسی نمی باشند و خطر به امنیت ملی شمرده می شوند. اما مخالفان سیاسی که از تاجیکستان از صحنه سیاسی رانده شدند میگویند آنها هم یک نیروی سازنده هستند و هدفشون هم بنیاد یک کشوری آباد و دموکراتی هست. کیو مرسیتا گزارش می‌دهد. مخالفان سیاسی تاجیک را که در خارج فعالند و هدف رسیدن به قدرت را دارند در داخل کشور جزء از نظام سیاسی نمی‌دانند. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد گفت که در دایره طرح استراتژی رشد دولتداری، امنیت ملی و حفظ منفعت‌های ملی این گروه‌ها خطر به ثبات تاجیکستان دانسته می‌شوند. نظام سیاسی جمهوری تاجیکستان هم امروز این گونه معیارها و طلبات‌های حقوقی را برای جامعه پیشنهاد نموده است در شکل سندهای معیاری حقوقی و هم دلخواه حرکت و حزب‌های سیاسی که این ارزش‌ها را اعتراف می‌کنند و از آنها پیروی می‌کنند امروز در نظام سیاسی جاری جمهوری تاجیکستان جای دارند و فعالیت بی‌مانند را به راه آورده شدند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر مخالفان خود را سازمان‌های اکستریمیستی و تروریستی دانسته از صحنه سیاسی بیرون کرده است. سیف الله سفروف معاون پیشین رئیس حزب خلقی دموکراتی و از کارشناسان جانبدار حکومت میگوید نیروهایی که با گروه‌های افراطی رابطه دارند تهدیدی درجه اول به امنیت تاجیکستان شمرده می شوند. البته آنهایی که با تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی وابسته‌اند و عاقبتش باز به تروریسم میبرد، اونها بسیار جدی هستند. با اونها را مبارزه بردن لازم، اونها را کافتن در کار یافتن لازم. لیکن با اینهایی که خودشان را اپوزیسیون میگویند و مثل باز همون گروه 24 و پیمان ملی و دیگر ها، با اینها هیچ بحث کردن بی‌فایده. اما الهام جان یعقوبوف معاون رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خود و هم حزبانش را عضو جامعه شهروندی تاجیکستان و از مخالفان حکومت می‌داند که در پی اصلاحات سیاسی با راه‌های آسایشته هستند. مناسبت مقامات که ما را با انگیزه‌های سیاسی اکستریمیستی و تروریستی متهم می‌کند یک تلاش است برای سرکوبی هر گونه فکر دیگر و بازداشتن هر گونه مخالفت مسلط‌آمیز است. ما ضد خشونت، ما ضد افراطگرایی و جانبداری اصلاحات مسلط‌آمیز هستیم. شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگشت در هلند میگوید صرف نظر از سرکوب و بی‌اعتنایی به مبارزه سیاسی خود ادامه می‌دهد. ما از این حکومت هیچ امیدی نداریم و ما از این حکومت طلب داریم که هر چه زودتر زندانیان سیاسی را آزاد کند و همه گونه تعقیب و فشارها را برای آزاد اندیشان بس کند و در غیر این صورت تمام این بحرانی که به وجود میاد این بعد مسئولیتش بر دوش حکومت است.
پس از پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح میان حکومت و نیروهای مخالفین، مبارزه سیاسی عمدتاً در داخل تاجیکستان صورت می‌گرفت. اما از سال 2010 تا 2015 بیشتر سازمان و نیروهای سیاسی فعال در داخل و خارج کشور افراطگرا دانسته شده، فعالیتشان در داخل کشور منع شد. نهادهای بین المللی حکومت تاجیکستان را تنقید کرده گفتند که این کار سرکوب و از میدان دور کردن رقیبان سیاسی است. در پی این، اکثر این نیروها در خارج از تاجیکستان، عمدتاً در کشورهای اروپایی، دوباره سازمان و ائتلاف‌های نوی سیاسی تأسیس دادند که ادعا دارند رژیم سیاسی را در داخل تغییر خواهند داد، ولی حکومت آنها را چون نیروی معتدل سیاسی نمی‌شناسد و بجای آنها در داخل 5 حزب سیاسی را حمایت می‌کند که بیشتر چون حزب‌های کیسگی معروفند و فعالیت مستقل سیاسی ندارند. مقامات گمرک ولایت سوخت سر و صدای زیاد درباره جریمه شدن رانندگان ده‌ها ماشین‌های گران ارزش را شرح دادند. از این پیشتر رانندگان زیاد شکایت می‌کردند که ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی ماشین‌های آنها را گرفته به توقفگاه‌های جریمه‌ای می‌برند و باز نمی‌گردانند. مقامات می‌گویند این گونه ماشین‌ها را به تاجیکستان غیر قانونی و با هر حیله و نیرنگ وارد کردند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. کارمندان ریاست منطقوی خدمات گمرک در ولایت سوخت در نیم سال 2025 چندین مورد با راه تقلبی وارد کردن نقلیات‌های کهنه را آشکار کردند. مسئولان این اداره میگویند بعضی از تاجران با حجت‌های ساخته تلاش کردند ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را به کشور بیارند. در 6 ماه اول سال 2025 از جانب ریاست و واحدهای ساختاری آن باید انتقال غیرقانونی 7 عدد واسطه‌های نقلیات سبکرو به قید گرفته شده است که نسبت 5 عدد اون پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده، نسبت دو حالت دیگر پرونده معمولی آغاز کرده شده. تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. ولی بسیار از تاجران آن وقت ادعا داشتند که قرار ناگهانی بود و تجارتشان را در نیمه راه گذاشت. چخیل این ماشین ها همین قدر عدد ماشین ها به ولایت وارد شدن سالهای پیشتر اگر برج گمرکی نسپرده باشند. یک بحث دیگری که در نشست خبری مقامات منطقه‌ای گمرک با روزنامه‌نگاران صورت گرفت این بازداشت و به جریمه‌گاه‌های دولتی بردن ده‌ها ماشین گران ارزش بود. نمایندگان گمرک چنین موردها را تصدیق کردند ولی آمار رسمی و حجم جریمه ها را نگفتند. من تنها گفتم میتوانم که در سالهای اخیر در حقیقت باید ساختکاری بودجه‌های تکنیکی و وسایل نقلیات در حدود نه تنها ولایت سوخت بلکه در حدود جمهوری زیاد شده بود. از جمله گمرک نیز در پیشگیری انتقال غیرقانونی همین گونه وسایل نقلیات سهم بسازی خود را گذاشته است. اینو طریق ساختکاری حجت کردگیان، نومر کردگیان، سرحد در رفتگی است، از سرحد بیرون نومر زده ماشین با من همین طریق هم خیلی ماشین را درآوردگی بودن. همین را اگنتی کورپسیا مقرر کرد. همون آدمایی که همین کارو در دست داشتن همین ماشین را مبلغشون سپرد.